What's up guys، چطورین بچه ها؟ من دارک مستر هستم و خوش اومدید که از ویدیوهای من. عید نوروزتون مبارک. خب ما میخوایم یکی از هاردترین باس فایت های الرینگ رو شکست بدیم، یعنی مالنیا. خیلی میگن یکی از سخت ترین باس فایت هاست و اصلا غیر ممکنه شکست دادنش، ولی من قراره بهتون کمک کنم و باس فایت مالنیا رو بزنین. الان یه لحظه وایسین، الان اینجا رو نگاه کنین. الان من رمی و برنس مالنیا رو دارم. چجوری تونستم این کار بکنم؟ راهش رو قراره بهتون کمک کنم و با این بیل تونستم مالنیا رو چند بار شکست بدم. با من فقط عمل کرد و نگاه کنین. حالا بعد بهتون نشون میدم چجوری باید سلاحش به دست برین. دخواه پارت بعدی، این پارت اوله. برو سراغش میمیک جان. وای عمل کرد نایس. یه لحظه وایسین، حداقل میمیک حداقل حواسشو پرت میکنه. ولی خب ببخشید دیگه، ولی خب این بیل یکی از قوی ترین بیل هست. خودم به شخصه خودتون دیگه دیدین کلی دمیج شد. این پارت اول از فیلم با بود. امیدوارم از این پارت خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.